أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن نتف الشیب من اللحیة والرأس وغیرهما، یعنی که باب در مسئله منع بودن کندن و یا چیندن مویهای سفید، چی از ریش باشد و چی از موی سر و غیرهما و غیر از این دیگر موی سفید را چیندن به خاطر یاش تافتن، این را شریعت منع میکند، جایز نمی باشد. و همچنین این باب در مسئله و عن نتف الامرد شعر لحیته عند اول طلوعه، یعنی این باب همچنین در مسئله منع بودن کندن نوجوان موی ریشش را در اولی رویدنش، وقتی که جوان نو ریشهاش تاقا که میبراید، بعضی ها را که میبینی همون یک تا ریشهای برآمدگی را میچینند میکنند، پس این ناجایز و نادرست است. شریعت این را منع میکند و دین این چیندن را منع کردگی هست. پس این باب در مسئله موی سر سفید یا ریش سفید را کندن منع شدگی است در اسلام، و همچنین کندن ریش برای کسی که نو ریشش برآمده ایستاده است منع می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برای ما و شما تقدیم می گرداند. اولین حدیث این باب حدیث 1645 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1645 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن عمرو بن شعیب، یعنی که از عمرو بن شعیب رضی الله عنه، عن ابیه از پدرش، عن جده از بابایش، رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، رضی الله عنه روایت کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی که عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش رضی الله عنهم روایت کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند که لا تنتف الشیبه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا تنتف الشیبه، یعنی نکنید و نچینید موی سر سفید را یا ریشه که تار ریشه که سفید می شود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است و نهی کردگی است. لا تنفتو، یعنی که نچینید، منع از چیندن موی سر سفید یا تار ریشه که سفید شدگی هست. چرا اسلام منع میکند این را؟ میگوید فانه نور المسلم یوم القیامتی. پس هر آینه میگه همین موی سری سفید شده یا تار ریشه که سفید شده است، این نور مسلمان است در روز قیامت. این نور مسلمان می باشد در روز قیامت. از این حساب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع می کند که شما با دستان خودتان نوری رویتان را، نورهایتان را از بدنتان دور نکنید، یعنی که موی سر سفید شده یا ریشه که سفید شده است اون تارها را نچینید و منع می باشد. پس این بود حدیث 1645 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگه حدیث حسن، میگه این حدیث حسن می باشد. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است. و ترمذی، و همچنین این حدیث را امام ترمذی هم روایت کردگی است. بی اسانید حسنتین، یعنی که با سندهای حسن این را روایت کردگی هستند. این راویشان سند این حدیث ها
حسن می باشد، یعنی قابل قبول است، حدیثی که قابل قبول می باشد. قال ترمذی، امام ترمذی میگوید هو حدیث حسن، یعنی این حدیث میگوید حدیث حسن می باشد. پس طبق این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، کندن موی سر سفید شده یا کندن ریش سفید شده حرام و ناجایز و نادرست می باشد. شریعت این را منع می کند. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1646 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1646 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از عایشه رضی الله عنها، از ام المؤمنین عایشه بنت صدیق رضی الله عنها روایت است که گفت، حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من عمل عملا، یعنی هر کسی که انجام بدهد کار را لیس علیه امرنا، در اون کار اگر فرمان ما نباشد، میگوید یعنی یک انسان یک کار را انجام بدهد که در آن کار امر و فرمان شریعت نباشد، فهو رد، پس اون میگه مردود است، اون عمل مردود میباشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این حدیث همچنین دلیل است که چیندن موی سر سفید شدهش یا ریش چیندنش، اونش که سفید شدگی است چیندنش خلاف شریعت می باشد. چون که پیغمبر گفتن که هر کسی کار را بکند که فرمان شریعت نباشد، یعنی برای چیندن موی سر سفید یا برای چیندن تار ریش سفید شده امر شریعت نیست. پس هر کسی که این کار رو میکند فهو رد، پس کار اون انسان مردود است. نباید که انسان چنگ بزند و کاری که شریعت اون را به آن امر نکرده است. پس این بود دو حدیث در زیر باب منع بودن کندن موی سر سفید، چی از ریش باشد چی از موی سر، و همچنین کندن موی جوانی که نه موی ریش جوانی که نو برآمده و نو روی داده استاده است، چیندنش حرام و ناجایز می باشد. پس این بود باب منع بودن کندن موی سر سفید. بعد از این امام نووی رحمه الله باب نو رو می آورد، میگه باب کراهیت الاستنجاء بالیمینی، یعنی که باب در مسئله مکروه بودن استنجا کردن با دست راست، یعنی که انسان با دست راستش اگر استنجا بکند این ناجایز و نادرست می باشد. با دست راست استنجا کردن را شریعت منع می کند، پس نباید انسان با دست راست استنجا بکند. استنجا چی است؟ استنجا یعنی شستنی اندامهای زیر، یعنی که بعد از پیشاب کردن یا بعد از دشت کلان کردن انسان اون جایی که دشتش برآمده است نجاست برآمده است اونجا را میشوید با آب، این را میگوین استنجا. و همچنین ما استجمار داریم. استجمار چی است؟ استجمار یعنی بعد از طهارت شکستن، بعد از قضای حاجت کردن با کلوخ یا با چیز اونجا را تازه کردن، با آب نه و غیر آب، با دیگر چیز، مثلا با کاغذهای تشنابی که هست یا با بومگی که هست یا با این چیزها پاک کردن زیر اندام جایی که نجاست برآمده است، این را میگوین استجمار. پس ما استجمار داریم که با چیزهای قاق می شود و استنجا داریم، استنجا با آب می باشد. پس این بابی که نو شروع میکند باب مکروه بودنی استنجا کردن با دست راست است. همچنین استجمار هم با دست راست انجام دادنش جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی انسان در دست راستش آب رو بگیرد و اون جایی که نجاست برآمده است اونجا را بشوید، این را شریعت مکروهش میداند، این مکروه است. و مس الفرج بالیمین عند الاستنجاء من غیر عذر، و همچنین لمس شرمگاه با دست راست در وقتی شستنش به عذر، یعنی یک انسان بعد از قضای حاجت
اون شرمگاهش را با دست راستش میقپد، این هم همچنین مکروه می باشد اگر بی عذر باشد. یعنی بی عذر یعنی چی؟ یعنی که دست راست و چپش کار میکند، هر دی دستش کار میکند، اما با دست راستش نه و با دست چپش میقپد، در این صورت ناجایز که همچنین مکروه می باشد، همچنین کراهیت دارد این عمل. پس استنجا و استجمار با دست راست مکروه می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث برای ما و شما تقدیم می کند که این حدیث 1647 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله می فرماید: عن ابی قتاده رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی ابو قتاده رضی الله، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1647 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا بال احدکم، یعنی هنگامی که پیشاب میکند کسی از شما، یعنی هر وقتی که شما رفتید قضای حاجت کردید، فلا یأخذن ذکره بیمینه، پس میگن نباید آلتش را با دست راستش بگیرد، پس نباید شرمگاهش را با دست راستش بقپد. وقتی که انسان پیشاب میکند نباید شرمگاهش را با دست راستش بقپد. ولا یستنجی بیمینه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و نباید انسان استنجا بکند، یعنی که اون بعد از پیشاب کردن، بعد از قضای حاجت، شستن اون جایهایی که از آن جایها نجاست برآمده است، اون شستن رو بگد همچنین نباید با دست راست انجام بدهد. ولا یتنفس فی الاناء، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید نباید انسان تنفس بکند. یعنی چی؟ یعنی در هنگام نوشیدن آب یا چای پوف بگوید در داخل آن ظرف، در داخل ظرف نفس کشیدن یعنی پوف گفتن، این همچنین ناجایز می باشد و مکروه است، کراهیت دارد، نباید که انسان این کار رو انجام بدهد. چطوره که طب هم ثابت کردگی است که انسان وقتی که در چای جوش یا آب جوش وقتی پوف گفته میخورد، این در سلامتی انسان ضرر دارد، انسان رو به بعض بیماری ها گرفتار میکند. پس انسان باید متوجه باشد از این چیز، هم در سلامتی انسان منع است، در سلامتی انسان ضرر دارد، هم شریعت معنیش میکند. پیغمبر میگه ولا یتنفس فی الاناء، نباید انسان مسلمان، نباید کسی از شما ای انسانیت در داخل ظرف پوف گفته اون آب را بنوشید. که این حدیث همچنین حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و فی الباب احادیث کثیرة صحیحة، یعنی در این باب حدیث ها خیلی زیاد هستند و صحیح هستند، یعنی که درباره مکروه بودن استنجا یا استجمار کردن با دست راست یا قپیدن شرمگاه با دست راست حدیث های خیلی فراوان داریم که جایز و درست نمی باشد این عمل را انجام دادن. پس انسان وقتی که در حاجت خانه می رود بعد از قضای حاجت می خواهد که اون شرمگاهش را بشوید، آیا می تواند با دست راستش آب را بریزد و با دست چپش بشوید؟ بله، جایز و درست است، جایز و درست است که انسان با دست راستش آب را بقپد، آب را در دست چپش بریزد و با دست چپش اون شرمگاهش را بشوید، این جایز و درست می باشد. اما با دست راست شستن اون اندام ها یعنی که شرمگاهان، این ناجایز و نادرست می باشد. پس این بود باب مکروه بودن استنجا با دست راست و یا قپیدن شرمگاه در هنگام استنجا کردن به عذر با دست راست. این باب هم با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب کراهیت المشی، باب کراهیت المشی فی نعل واحدة او خف واحد لغیر عذر، یعنی که این باب در مسئله
مکروه بودنی راه رفتن فی نعل واحد، یعنی که با یک لینگت یک پایت پاپوشی را بپوشی و یا پایت پایلیچ باشد بی پاپوشی، این مکروه است. و خف واحدین، یا یک انسان یک جورب بپوشد، یک محسی بپوشد، یا پاش در محسی بپوشد یا پاش در نپوشد، یا پاش در جورب بپوشد در یا پای دیگرش نپوشد، این هم همچنین مکروه است. لغیر عذرین، یعنی این کار رو به عذر بکند اگر مکروه است. اما اگر عذر داشته باشد چی باکی ندارد، یعنی اگر انسان یک پاش ورم است، یک پاش یره دارد، یک پاش مشکلی دارد، یا یک انسان یک پا دارد، اینها در جایز است یک پا را پوشیدن. اما انسانی که هر دی پاش سالم است، هر دی پاش کار میکند، اون انسان اگر این کار رو انجام بدهد، یعنی یا پاش در پاپوشی بپوشد یا پاش در نسکی بپوشد یا پای دیگرش پایلیچ و به نسکی راه برود، این مکروه می باشد. و همچنین و کراهتی لبس النعل والخف قائما لغیر عذر. و همچنین این باب در مسئله مکروه بودنی پوشیدنی پاپوشی، انسان پاپوشیش را بپوشد، و الخفی یا انسان نسکی یا محسیش را بپوشد، قائما در حال ایستاده، در حال چخت این کار را بکند، لغیر عذر به عذر، در این صورت هم مکروه می باشد این کارش. یعنی در کدام نمود پاپوشی ها؟ همون پاپوشی هایی که انسان باید خم شود اون را، یعنی که در پاش جا بکند. انا همین طور پاپوشی ها را چخت پوشیدن مکروه است، کراهیت دارد. این طور پاپوشی ها را چخت پوشیدن کراهیت دارد. اما انسانی که مثلا حاضر سلنسیایی که هست، پاپوشی هست که انسان میتواند خودش را خم نکرده پاش در داخل اون پاپوشیش، پای افزالش بگذارد، آیا جایز است که خودش را خم نکرده همون خیل راستا چخت پاپوشیش را بپوشد؟ بله جایز است، اشکال ندارد، این درست است. اما اون پاپوشی که باید خم شود انسان، در همین صورت نباید چخت ایستاده بعد خودش را خم بکند. چطوری که انسان در حالت رکوع می رود نباید این کار را در حالت پاپوشی بکند، بلکه چی کار بکند؟ بلکه بشیند، در جا بشیند و پاپوشیش را بپوشد، نه اینکه چخت ایستاده و مثل به حالت رکوع مانند پاپوشیش را در پایش نکشد. پس این هست باب نو. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 حدیث برای ما و شما تقدیم می‌گرداند. اولین حدیث این باب حدیث 1648 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1648 کتاب ریاض الصالحین میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ولا یمشی احدکم فی نعل واحدة. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نباید راه برود کسی از شما در حالی که در پای اون انسان یک پاپوشی است یا یک نسکی است، یعنی یک پاپوشی و یک نسکی در پایت باشد، نباید تو با این راه بروی. لینعلهما جمیعا، یعنی که میگه باید هر دویش را یک جا بپوشد، او لیخلعهما جمیعا، یا هر دویش را از پایش بکشد، از پایش ببرارد. یعنی که انسان وقتی که در راه رفته است یک پاپوشیش میکند یا یک حالت میشود، پس در این صورت باید چیکار کند؟ وقتی پاپوشی دیگه پوشیده نمیتوند، اون پای دیگریش هم پاپوشی ببرارد. یا یک انسان را نسکیش درید دیگه او را پوشیده نتونست، اون نسکی را پرتافت، پای دیگرش نسکی دارد، اون نسکی را ببرارد. نمیشود که یک پاش نسکی و یک پاش بی نسکی باشد، یا نمیتواند که در یک پاش پاپوشی باشد، پای افضال باشد، در پای دیگرش نباشد. این کار را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این کار را باید نکند، یا هر دی پایش را بپوشد یا هر دی پایش را ببرارد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که او لیحفیهما جمیعا،
یعنی که یا بکشد هر دی اون پایهایش را، یعنی چیکار کنه؟ پایهایش رو لیچ کند، یعنی که ببرارد، پاپوشیش رو، نسکیش رو ببرارد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود حدیث 1648 کتاب ریاض الصالحین که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث صریح و آشکار و عیان و بیان گفتن نباید انسان یک پاپوشی یا یک نسکی در پاش راه برود، یا هر دی پاش در پاپوشی بپوشد یا هر دی پایش را لیچ بگرداند. پس از این امام نووی رحمه الله حدیث 1649 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1649 کتاب ریاض الصالحین می گوید از ابو هریره رضی الله عنه همچنین روایت است که می گوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت ابو هریره رضی الله عنه می گوید که شنیدم من از رسول الله صلی الله علیه و سلم که می گفت اذا انقطع شسع نعل احدکم، رسول الله میگه گفت که اذا انقطع شسع نعل احدکم، یعنی هنگامی که کند یا پاره شد بند پاپوشی یکی از شما رو مثلا بندش یا تسمهش کند، تسمه پاپوشیش یا بند پاپوشیش، میگه فلا یمشی فی الاخرى، نباید این انسان با پای دیگرش راه برود، یعنی پشت پاپوشی پای افضل هست یا پای دیگرش لیچ راه برود، میگه نباید این کار را بکند حتی یصلحهما، تا اینکه تعمیر بکند آن هر دو را، یا که تعمیر کند اون کندگی را و بعد او را در پاش بپوشد. یعنی که به همون معنای حدیث بالاکی که نباید انسان با یک پاپوشی راه برود، وقتی کند باید پاپوشی دیگرت را هم ببراری و اون را نزد استاد ببری و اون را تعمیر کنی، اون را ساز کنی، اون را بدوزی، بعد از آن پاپوشی را به پایت بگیری. رواه مسلمون، این حدیث را امام نووی رحمه الله، امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1649 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1650 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان ينتعل الرجل قائما، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1650 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن ان ینتعل الرجل قائما، این که پاپوشی بپوشد مرد انسان، منظور از مرد اینه که هر شخص، چه مرد باشد و چه زن، چه کودک باشد و چه پیرانسال، هر کس پاپوشیش را در حالت چخت بودن بپوشد، یعنی که پاپوشی در حالت با پا کردن خودش را خم بکند و به مثل رکوع مانند بیستد. این را میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست. این را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده. چرا رسول الله منع کردگی است؟ یعنی برای بد بودن هیئت، وقتی که انسان خم می شود و بازویش و مقعدش بلند هست، چقدر یعنی زیشت است در پیش دیگران، در نزد مردم، وقتی که انسان نگاش میکنه چقدر زیشت میتابد. از این حساب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد که نباید مسلمان این کار را انجام بدهد. چطور گفتیم که پاپوشی که احتیاج به خم شدن ندارد این را میتونی چخت بپوشی و بروی، اما اون پاپوشی که احتیاج به خم شدن دارد تا اینکه در پایت پات در داخلش جا کنی، در این صورت حتما باید انسان بنشیند و اون پاپوشی را بپوشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست. رواه ابو داوود باسناد حسن، یعنی که این حدیث را ابو داوود با سند صحیح با سند حسن روایت کردگی است. پس این بود آخرین حدیث باب مکروه بودن راه رفتن با یک پاپوشی یا با یک نسکی به عذر، و همچنین مکروه بودن پوشیدن پاپوشی در حالی که انسان چخت است به عذر. پس
این باب هم همچنین به آخر رسید. پس در آخر میخواهم چند مسئله ها را براتون توضیح بدهم درباره پاپوشی پوشیدن، و در مسئله پاپوشی پوشیدن بعضی انسان ها فکر میکنند که پایلیچ گشتن این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بس. پاپوشی پوشیدن بعضی ها فکر میکنند سنت رسول الله نیست. نه، این غلط است. بلکه پوشیدن پاپوشی یا نپوشیدن پاپوشی با هر دوش، یعنی چی با پاپوشی راه رفتن چی به پاپوشی راه رفتن، هر دوش سنت می باشد. از این حساب چی خوب می شود که انسان گاه پایلیچ همچون عمل به سنت در بعضی جایها در بیرون راه بگردد. حتی بعضی طبیبا میگن تو فایده هم دارد که انسان در بالای خاک در زمین پایلیچ راه برود. بالای زمین در بالای خاک پایلیچ راه رفتن فایده های در سلامتی انسان هم حتی فایده داشته است. پس همچنین ما در اینجا این فایده را به دست آوردیم که پوشیدن پاپوشی هم سنت است، نپوشیدنش هم سنت است. یعنی گاه بپوشی گاه نپوشی، پس تو به هر دوش عمل کرده. اما کسانی که میگوید رسول الله پاپوشی نمی پوشید همیشه، این غلط است، یا همیشه می پوشید، این غلط است. یعنی هر دوش هم سنت می باشد. این یک مسئله. و مسئله دوم، با پاپوشی نماز خواندن، این همچنین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی که انسانی که میخواهد نماز بخواند میتواند که پاپوشی خود را نبرآورده اون را بتکد، یعنی پایهاش در زمین بتکد و در زمین اون پاپوشی را بشکد که آن آلودگی ها و غژدی هایی که در بدن پاپوشی اگر باشد اونها برود. بعد از اون نمازش را با همون پاپوشیش بخواند. این با پاپوشی نماز خواندن از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید صلوا فی نعالکم، یعنی شما نمازهایتان را بخوانید با پاپوشیهایتان، با پاپوشیهایتان نماز بخوانید. خالف الیهود، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مخالفت بکنید یهود را، مخالفت یهود بکنید و با پاپوشیهایتان میگه شما نماز بخوانید. پس یهود در وقت عبادتهایشان پاپوشیهایشان را میبرآوردند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مخالفت چون کنید، گاه با پاپوشی هم نمازهایتان را شما بخوانید. پس در این زمان که الحمدلله الله سبحانه و تعالی چقدر مسجدهای زیبا، جایهای زیبا را برای ما و شما مهیا گرداندگی است، برای ما و شما نصیب گرداندگی هست، پس نباید انسان با پاپوشیش در اون مسجدهای با زینت و مسجدهای قالینهای زیبا داشته با پاپوشیش برود. این کار رو نکند. اما گاه یگان وقت سنت در خانهش میخواند یا در یگان ره رو است نماز میخواهد بخواند، با پاپوشیش نمازش بخواند تا اینکه به این سنت هم عمل بکند که صلوا فی نعالکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که با پاپوشی هایتان شما نماز بخوانید. پس به این سنت هم گاه باید انسان عمل بکند، یعنی در خانه یا که با پاپوشیش بخواند یا در راه روی که در یگان ره وقتی نماز خواندن میشد با پاپوشیش بخواند. پس این همچنین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما در خانه که قالین باشد، نه اینکه دیگر اون بالای قالین با پاپوشیتون بروید، این از روی آداب نیست و این عملی خوب هم نمی باشد. یا در مسجد چقدر زیب و زینت و چقدر پاک و تازه هست و چقدر قالینای قیمت دارند، نباید انسان با پاپوشیش بالای اون قالینای قیمت بها و جای زیبا برود. اون جاها پاپوشی را ببرارید، زیرا که به پاپوشی هم نماز خواندن سنت است، این هم جایز است. اما با پاپوشی هم نماز خواندن جایز و درست است. پس در جایهایی که مناسب باشد با پاپوشی نماز بخونید، اگر که قالین نباشد و غژ نکنید جایی را با پاپوشیتون، با پاپوشی نماز بخونید. پاپوشی یعنی فکر نکنید که اون به نماز است، در زمین بشکلش میشود به نماز. در زمین اون پاپوشی را بشکید میشود به نماز، میشود پاک، با اون میتونید شما نمازتون بخونید. پس این بود باب معلومات های الهوگی در زیر باب پاپوشی پوشیدن، یک پاپوشی پوشیدن یا یک نسکی پوشیدن، راه رفتن به عذر و همچنین مکروه بودن پوشیدن پاپوشی در حالی که انسان چخت می باشد. این باب به همین به آخر رسید. باب نو شروع می شود. امام نووی رحمه الله باب نو را با چنین شروع می کند که باب النهی
عن ترک النار فی البیت عند النوم. یعنی باب نو در مسئله منع بودن از روشن گذاشتن آتش در خانه در وقت خواب کردن. انسان وقتی که میخواد خواب بکند نباید اون آتش رو روشن و اون آتش رو گریان مانده خواب بکند و نحوی به مانند همین. سواء کان فی سراج او غیره، فرق ندارد که این آتش در چراغ باشد، این آتش در چراغ باشد یا در غیر چراغ، یا در پیچکا و یا که مثلا در صندلی و یا که در دیگر چیزهایی که یک تقاره و یک چیز انسان بگیرد در یک ظرف بگیرد و در بین خانه بماند الاورا و خو شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع میکند. پس ما و شما چی قدر زیاد میشنویم که این چیزها سبب هلاک صاحب خانه شده است. انشاءالله درس آینده حدیثای این باب رو خواهیم خواند و درباره این باب درس آینده صحبت خواهیم کرد. پس این بود درس امروزه‌مان و درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.